اما بعضها دیگه موتورسیکل خودشان دارن، بعضا شوخی. خب به هر صورت از اینا که بگذاریم دوستان نهایت گرامی، ما در جاده حوزه 11 امنیتی شهر کابل هستم که سرک حوزه 11 برش میگن. دوستان عزیز، خیرخانه کابل که نشاست ناحیه 11 خیرخانه قسمت اول یا حصه اول، سرک 4 و خانه های اول الی 17. یکی دو چیزایست که از جوی کشیدن و آبش رفته یا خوش شده، باز اینا رو دیگر ریاست تنظیف موتر میه و انتقال میده. سلام و درود نثار تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی و خوشی و آرامی سپری شود. صدای دو موتورسیکل دوستان عزیز چقدر بلند بود و اینا باز دیگه بسیار اذیت میکنن آدم، بسیار زیاد. سر آدم یک قسم کلمون صدا و امواج و صدا بد میخوره. خوب دوستان نهایت گرامی، بعضها این کار بازت میکنن اما بعضها دیگه موتورسیکل خودشان دارن، بعضا شوخی. خب به هر صورت از اینا که بگذاریم دوستان نهایت گرامی، ما در جاده حوزه 11 امنیتی شهر کابل هستم که سرک حوزه 11 برش میگن. دوستان عزیز، اما تو میریم به پیش ببینیم که چی هست و چی ما قبلا هم گفتم دوستان عزیز و بارها میگم که این سرک یکی از بهترین سرک های شهر آرام، بی صدا و پاک. حوزه امنیتی، مکاتب، مدارس و از همه مهمتر همین پارک حصه اول که یک فضای بسیار خوب است که در اینجا موقعیت داره، نزدیک از اینجا هست و همه میتونن ازش کسب که البته نزدیک هستن استفاده کنند. کلا دوستان عزیز، منطقه خیرخانه و یک حصه سوم که یک ذره دورتر هست دیگه، حصه اول و حصه دو جاهای بسیار خوب دارن، بسیار عالی، مقبول، پاک. شما این سرک های اینجا رو ببینین، با وجود که شاید بسیار وقت شد جور کردن سرک مطالعه خطایش نرفته. میال اگر سرک ها برین دوستان عزیز، این سرک کوتل خیرخانه قدر وقت نمیشه از بهره برداریش، اما سرکش هم خطای سرک رفته. یعنی منظور میست که در این سرک ها قدر رفت آمد نیست، سرک های بی جنجال است و سرک هایی است که پاک هستن همیشه دیگه. دوستان عزیز، ناحیه هم نزدیک است، در همون سه اول همون بغل همون طرف ناحیه هم است، در پهلوی حوزه در همون دست پستخانه شما اینجا دوستان عزیز. کلا پستخانه حوزه ناحیه در همون یک قسمت از خیرخانه هستند. این طرف دوستان عزیز کوچه های خیرخانه کابل که نشاست ناحیه 11 خیرخانه قسمت اول یا حصه اول، سرک 4 و خانه های اول الی 17. یکی دوستان عزیز، در این سرک این سرک که طرف مسجد کویتی میره بسیار زیبا هست و بسیار مقبول است. ما رفتیم ویدیوش گرفتیم، اگر میخواین ببینین برین در چینل ویدیوی سرک مسجد کویتی را پیدا کنین، بسیار یک جای زیبا. یعنی دوستان عزیز، حتی این سرک به اون سرک نمیرسه، همون خانه ها، همون منازل و هر چیزی که در اونجاست استثنایی هست. یعنی بسیار کم از او پیدا میشه در بخش این سرک که راهش هم طرف لوای باباجان دوستان عزیز برآمده که یک چکر طرف لوای باباجان هم میریم. منتظر ویدیوی از اونجا هم باشین.
موترها دیگه جایی باشه مشخص کرده بازم دوستان ندیده پیاده و بالاگری نکشیم میشه یک کار دیگه به هیچ چه بگویمشان نایفهم همین آفرین زمین تایرها که بچ نمیشن یا نمیکفن یا که ساده‌تر بگوییم پنچر نمیشن که در تو جاهایی رو بالا میکنن. بهترین مدارس دوستان عزیز داری بخش است مدرسه نصیحه علوم قرآنی ثروت برین این طرف هم مدرسه و دارالحفاظ است. این خانه نوشک میبینیم این دوستان عزیز که اون طرف بریم که یک ذره سایه است. نمیفهم روز دوستان عزیز چرا قدر گرم است نسبت بقیه روزا. دیگر روزا سردی شکایت داشتیم اما امروز که زمستان هم است از گرمی شکایت داریم و از آفتاب کرده و دنبال سایه میگردیم. اینی هم دوستان از ریگا و چیزایی است که از جوی کشیدن و آبش رفته یا خوش شده باز اینا رو دیگر ریاست تنظیف هم موتر میه و انتقال میده. خانه ها رو ببینید دوستان عزیز و بین از این خانه ها باز این کوچه هایش دوستان عزیز که برین داخل کوچه ها یک تکتل آدم زنده میشه. یعنی دوستان عزیز ما ویدیوش هم گرفتیم ویدیوی خشتوختیف اگر ببینیم از این راه ها رفتیم از بین کوچه های خیرخانه با مدرک و همیشه به تصویر کشیدیم دوستان عزیز. واقعا یکی از بهترین جاهای خیرخانه همین قسمت ها و خشتوختیف هست. بریم دوستان عزیز دو طرف سرک دوباره از تمام است. خب به هر صورت به موتر دور بخوره ما ای آپارتمان ها رو ببینید دوستان عزیز که ساخته شده بلاک های رایشی. بازار دوستان عزیز نزدیک بهترین بازارها از جمله بازار حصه اول خیر ببخشید بازار استقلال میگم بازار لیسه مریم بازار پوشاک است و همچنان بازار سرای شمالی که بازار میوه و ترکاری است. اگر هیچی کمبود نداره این مناطق دوستان عزیز. خوب دوستان نهایت گرامی مدرد نمیخوام دوستان چون روز قصد خواهم میکنم. خوب به هر صورت انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال و پاک و بینی است می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مردگار همه تان.